السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادری محترم سوال کردن در ما بین نمازها، به روزها، فاسقا، ما با اونا چه معامله بکنیم؟ برادری محترم، این جواب الحمدلله الله سبحانه و تعالی و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما را دادگی است. از عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل، اولین نقصان، اولین کمبودی، مشکلاتی که در بنی اسرائیل دور مد، انه کان الرجل یلقى الرجل، یعنی یکی از اینا نیکاشو با بداشون ملاقات میکردن، میدیدن یک دیگریشو، فیقول یا هذا اتق الله و دع ما تصنع فانه لا يحل لك. صالحاشون اون غلط کارکنار و به نمازها و به روزها را میگفتن: این انسان، این شخص از الله بترس، بپر تا این کارتا، این برای تو حلال نیست. مقصد نیکاش و بداش و میدیدن، همین خیلی میگفتن. بعد از اون چی کم بودی میکردن؟ ثم یلقاه من الغد و هو علی حاله، و اگر فردا همون انسان میدیدن، اون انسان با ده همون به نمازیش، با ده همون به روزگیش، با ده همون فسق و فجورش، فلا یمنعه ذلك یکون اکیله، میگه همین شخصی، همین صالح هم معه نمیکرد همون فسق و فجوری، همون به نمازی، همون با میشید هم نشینی میشید و به همراهش خوراک میخورد، مینوشید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید: فلما فعلوا ذلك، وقتی که این کاراشون نیکا و بدا دوام دادن، مقصد که اون بداشو از او کارا باز نمی استادن و نیکاشون هم دیگه یا معنیشو میکردن، اونا دوام میدادن، قطعی اونا از اونا دوری نمی کردن، یا که برای اونا را دیگه یگان طریقه دیگه اختیار نمی کردن. ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، میگه الله سبحانه و تعالی دلا یک دیگر شده یک دیگرش زد. یعنی همون عالما و بزرگاشو هم مثل همون فاسقاشو شد. بعد از اون الله سبحانه رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیتی سوره مائده را تلاوت کرد: ثم قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود و عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. یعنی لعنت کرده شدن اون کسانی که کفر اختیار کردن ای بنی اسرائیل با زبان حضرت داود علیه السلام و با زبان حضرت عیسی بن مریم علیه السلام. سبب شد چی بود؟ لعنت. سبب لعنت شدن میگه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، به سبب نافرمانی شو و به سبب ای حد تجاوز کردن شو، به نمازی کردن شو. كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، میگه دوم سبب این بود که یک دیگر شونه از منکرات، از به نمازی، از به روزگی، از خباثتی معنی میکردن. لبیس ما کانوا یفعلون، بدترین عملی بود که اینا میکردن. میگه یعنی اون یک گروهش گناهگاری میکرد، یک گروه دیگرش با اون باز نمیداشت. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، میگه بسیاری اینها را میبینی دوستی میکنن به اون کسانی که، محبت میکنن به اون کسانی که کفر اختیار کردن یا فسق اختیار کردن، بازم دوستی میکنن. الله سبحانه و تعالی میگه لبئس ما قدمت لهم انفسهم، یعنی بدترین عملی هسته که نفسای اینها به اینها را پیش کرده است. یعنی این بدترین عمل هایی که به اینا را نفساشو مهیا کردگی است. الله سبحانه و تعالی از اینا ناراض است
و اینا در عذاب جهنم همیشه می باشند. و در بعدتر این آیت، در بعد این آیت ها می فرماید ولو کانوا یؤمنون بالله و النبی، اگر رفته و اینا به الله و انبیای کرام ایمان می آوردن، یعنی به نبی، و ما انزل الیه، و به اون چیزی که به نبیا فرستاده شد، یعنی به انبیای کرام یا به قرآن کریم، یعنی اون کتابایی که به نبیا نازل شد، اگر اینا به اون درست ایمان می آوردن، متخذوهم اولیاء، این فاسقا و فاجرا و کافرا را اینا دوست نمی گرفتن، ولکن کثیرا منهم فاسقون، لیکن اینا اکثرش خودشو فاسقا بدن. بعد از اون میگه ثم قال کلا، یعنی بعد از این تلاوت این آیات جناب پیغمبر گفت هرگز این خیل نیست، یعنی شما گمان نکنین که شما امر بالمعروف نهی عن المنکر تیر میکنین و اونا چکای میکنن، گویا که گوسپند ای پای خودش کشال میکنن، بز ای پای خودش. گفت نه، هرگز این خیل نیست، یعنی شما را قریبت نمیمانه الله سبحانه و تعالی. نیک هستی، نمازات میخونی، بعد اونا راه بگیری. جناب پیغمبر قسم میخوره والله لتأمرن بالمعروف، قسم به الله، یعنی شما ضرور به ضرور امر بالمعروف میکنین، ولتنهون عن المنکر، یعنی ضرور به ضرور شما از نهی منکر میکنین، یعنی مردم باز میدارین ای خباثتیشو. ولتأخذن علی ید الظالم، و ضرور به ضرور شما باید از دست ظالم بگیرین و اونا را خم بیارین، در اسلام درست بکنین. او لیضربن الله بقلوب بعضکم علی بعض، یا که ای خیل نکنین، یعنی امر بالمعروف نکنین، نهی عن المنکر نکنین، دست ظالم نگیرین، باز ندارین از او کارش، الله سبحانه و تعالی دلای شما را یکدیگرتون در یکدیگرتون میزنه. ثم لیلعنکم کما لعنهم، بعد از اون شما را هم لعنت میگه، چه خیلی که بنی اسرائیل لعنت گفته بده الله سبحانه و تعالی. مقصد که شما اونا را میگیرین میفرارین، در حق طغریشو میکنین، یا که الله سبحانه و تعالی شما را هم لعنت میکنه، چه خیلی که اسرائیل لعنت کرده است. یعنی در اینجا هر یک کسی ما مسئول هستیم، باید که ضرور به ضرور اونا را منع بکنیم. ما را اینقدر شریعت قدر گذاشتگی نیست ای که فقط نماز خودمانه بخوانیم، روزه خودمانه بگیریم، اسلام خودمون بیاریم، دیگر را نکنیم، پروا نکنیم، ایتا نیست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، هر یکی از شما پاسبان هستین یا پادوان هستین، مراد کن مسئولیت دارین و از مسئولیت تو شما را میپرسه حتما الله سبحانه و تعالی. و هر یک جوانی که نماز نمیخونه، اونا پدرش اینا حتما میپرسن، و از هر یک سرپرستش میپرسن، و از هر یک دوست رفیقش میپرسن، از او خودش کو سوال میکنه، الله سبحانه و تعالی نمیگذارش. لیکن اطراف او، دوستهای او، برادرهای او چند قدر او فکر کردن، چند قدر او محنت کردن، چند قدر او باز داشتن، چند قدر او هدایت کردن، همه اینا را الله سبحانه و تعالی میفرماید و میپرسه هر یک انسان. و حدیث شریف در میآید صراحتا من رأى منکم المنکر فلیغیره بیده، کدامی از شما یگان کاری ناخوب میبینه، در برادرش به نمازی را میبینه، به روزگی را میبینه، فاسقیش هم میبینه، مثلا
در هر خیل کینوها و تلویزیون‌ها و در هر خباثتی ها در هر یک کنسرت نوروز شامل است میگرده. میگه که کم از کم با دستش باید که این منع بکنه، فلیغیره بیده، با دستش باید این انسان منع بکنه. یعنی وقتی سردار شه، سرپرست شه یا قوت قدرت داره، با دستش منع کنه. فإن لم یستطع فبلسانه، اگر با دستش زورش نمیرسه کم از کم با زبانش معنیش بکنه، با زبانش آگاهش بکنه. لیکن این دو کارم ای دستش میانه میکنه، این در گناه او شامل است. فإن لم یستطع فبقلبه فذلك اضعف الایمان. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر رفته و با دست با زبانش هم نمیتونه، پس او باید با دلش کراهیت بکنه همون شخصه، همون بی نمازه، همون بی روزه را. وقتی که این 3 درجه را با تدریجاً، یعنی اول باید با دستش منع بکنه، زورش برسه، نباشه با زبانش، نباشه با دلش کراهیتش بکنه، بعد الله سبحانه و تعالی دلای یک دیگر شده یک دیگرش نمیزنه و این انسان نیک صالحه هم تبا نیکیش ده دوام دادن میگیره. او خبیثه مقصد دیگه مثلا حالات میاره. لیکن اگر رفته و کراهیت هم که انسان نکنه، در نظرش یگان فرق نداشته باشه، های بگه گوری او جدای گوری من جدای، او صورت الله سبحانه و تعالی دیلا یک دیگر شده یک دیگرش میزنه و خیلی که او کمبودی کرده است، همین خودی همین انسان هم رنگی همون فاسق میشه و نزد الله، الله فاسق باره ملاقات میکنه. یعنی همچن یک مجرم نزد الله میره و انسان باید که هر یک او شخصانی که نه بینمازی، مثلا اون کسانی که جاسوسی میکنن، اون کسانی که مثلا ما بین برادرها جنگ اندازی میکنن، او کسایی که در خانه های انسان ها خباثتی میارن، هر یک انسانی که از حالت یک انسان خبر داره باید که همین 3 درجه را یا با دستش یا با زبانش یا با قلبش حتما استفاده ببره. و ما اگر این 3 چیز استفاده ببریم در هر یک شخص، یا هر یک شخص همچون ذمه داری خود بدانه، الله سبحانه و تعالی به سبب اینا انشاءالله پیشروی اسلام، مثلا پاکی شخصیت خودش انسان، این چیزا را الله سبحانه و تعالی محیا میکنه. وگرنه ما را هم رنگی همون فاسقا میکنه و نزد الله فاسق و فاجر محشور میشیم. و الله رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید انصر اخاک ظالما او مظلوما، یعنی برادرت ظالم باشه نصرتش بکن، مظلوم باشه نصرتش بکن. صحابه کرام پرسیدن یا رسول الله مثلا مظلومش که معلوم است، یعنی یک از ظلمش که است او را یاری کردن هم مقصد بجا هست، باید که یاریش بکنیم، لیکن ظالمه ما چه خیل یاری بکنیم؟ گفت دستی ظالمه بگیرین، از همون کار باز بدارین ظالمه، همون نصرتی همون میشوه. یعنی نصرتی ظالم همین است که از همون کار معنیش بکنیم. و کدام کاری را که ظالم بکنه اگر ما ای دستمون بیایه و معنی کردش بتانیم، به یک کلمه ما معنی بخره یا که به یکان طریقه ما معنی بخره انسان معنی نکنه، حتما در گناه او شامل است. و الله سبحانه و تعالی همون روزی مظلوم را در همین شخص میاره با. و کم از کم حاضر در بسیار برادرها هست طرفداری ظالما میکنن، مقصد پروارم نداره، همچون گویا که خیلی فهمیده انسان است، بحث مباحثه میکنه. و
کدام انسانی که در کدام کار انسان به طرف باشه و راضی باشه، الله سبحانه و تعالی این کار نکرده است، لیکن در همون گناه شاملش میکنه. کدام کاری هم نباشه. و الله سبحانه و تعالی میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، شما مایل نشین، طرفداری نکنین به او کسانی که ظالم هستند، طرفداری اونا نکنین. ظالم چی را میگن؟ ظالم و کسی بی نماز است، بی روزه است، ظلم میکنه، به هر طریقه ظالم است اون نزد الله. اصلی ظالم ها مشرک ها هستند، کافر ها هستند. مقصد که اونا را هیچ وقت شما طرفداری نکنین. عبدالله بن مسعود میفرماید اگر یک انسان 70 سالم در مقام ابراهیم یعنی در مکة الله میره و عبادت میکنه، 70 سالم بکنه، بازم روز آخرت بیاید اگر کم ترک نصرت کردگی است ظالم انسانه، الله سبحانه و تعالی به همراه همون حشرش میکنه، به همراه همون یجایش میکنه. یگان طرفداری ظالم، یا انسان زنا میکنه، یا انسان میگه که خی کردم بگیره، این در گناه همون شامل شید. یعنی این بدترین انسانی است که همون کار خودش نکرده است، یعنی همون چیزا خودش حاصل نکرده است، لیکن خودش در همون گناه کوش کرده. یا انسان پل یا انسان هم میگیره میگه خوبش کرد، دیدش عجایباتش کرد، غصب کرد عجایبات کرد. یا انسان میبینه در بیع در خرید فروخت فریب میکنه میگه خوبش کرد، حالا اون که این پل نگرفته، همون که یک طرفداری کردن قطعی طرفی همون شید و در گناه پر به همراه همون شامل شید. یعنی این دنیا و آخرت این انسان برباد است. و همچنین اگر ما با بینمازا، با مثلا ارتیسا، با فاسقا و اینا همین معامله را بکنیم، در هر یک کار بگیمشون خیلی کردن بگیرن، دیلاشون صافای نمیسترای نمیچکای، اون در الله سبحانه و تعالی ما را هم خوش میکنه. باید که انسان کدام ظالمی را در کدام طریقه ای که با کدام نوعی را که نباشه اگر طرفداری بکنه حتما در گناه او شامل است. باید که حتما برای الله کم از کم به دست زور نرسه ظالما را منع کردن، به زبان زور نرسه، فقط به دل ما حتما باید کراهیتشو ببینیم و کم از کم میتونیم که نماز بخوانیم، ده حقشو دعا کنیم، زتر بگردن از فعل بدشو. مقصد کاری کرده، حیله کردن به کاری، طریقه کردن به کاری که اونها را در راه درآوردن به کاری. لیکن اگر اینقدر نمیتونیم، کم از کم کراهیت و از اونها دوری حتما کردن به کاری که الله سبحانه و تعالی دلای ما را در یکدیگر میزنه و از او بدتر میفراره ما را. الله سبحانه و تعالی ما و شما را حفاظت بکنه و نیک صالح ما بکنه و او کسایی که در اطراف ما هن و از اطراف ما دورن و الله سبحانه و تعالی اونا را نیک صالح بکنه. السلام علیکم و رحمت الله.